الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريق مشرقا. حیات دیگر نیز هست. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. حیات دیگر نیز هست. حیاتی است که خداوند اولین و آخرین را جمع می کند. آنجا دلها با عدل الله آرام می گیرد. هر کسی مالش کشیده گرفته شده است آنجا برگردانیده می شود. هر کسی اینجا ظلم دید در آنجا انصاف و عدالت می بیند. کسی ظلم کرده باشد آنجا عذاب سخت او را منتظر است. فیلسوف آلمانی می گوید سیر حیات این دنیا هنوز ناکامل است. برای انسانیت حیات دیگر ضرور است که تمام نیازهای عدل و دادخواهی برآورده بشود. زیرا در این حیات ظالمان و مظلومان را می بینیم و از انصاف درکی نیست. هر قدم غالب و مغلوب را می توان دید اما انتقام را نه. قاتل و مقتول را می توان دید اما قصاص را نه. پس اگر این طور باشد حیات دیگری است تا در آن عالم عدل برپا بشود، تا مظلوم از ظالم، مغلوب از غالب، مقتول از قاتل انتقامش را بگیرد. آره، این اعتراف از جانب کسی است که از عالم اسلام بیخبر است و با انصافانه سخنرانی نموده است. چون که روز محشر از اول تا به آخر حساب و کتاب کرده می شود. بعداً اهل جنت به جنت و اهل دوزخ به دوزخ برده می شود. پس ما مسلمانان باید اعتقاد داشته باشیم که آنگه حیات واقعی و حقیقی ما سر می شود و آن هم باشد بعد از این عالم به عالم دیگر رفتن است که آنجا دست ظلم و استبداد کوتاه است. بله برادر و خواهر عزیزم، آنجا ظلم و مظلومی نیست. آنجا عدل است، حقیقت است و انصاف است. پس برای رحلت به آنجا باید تیار باشیم، چون هیچ کسی از ما نمی داند کی می میرد، کی این دنیا را ترک می کند. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند. يتحققا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه